خیلی سال قبل سوار ماشین شدم، این راننده یه آهنگی گذاشته بود که خب خیلی خوشایند شما نبود. بهش گفتم که جسارت نیست لطف فرمایید صداشو کم کنید. نگاه کرد تو آینه، گفت نوکر شما هست، کاش همه مثل شما باشن. گفتم سلامت بشین انشالله. از چه جهت؟ گفت قبل از شما یه نفر سوار شد، گفت خاموشش کن، ادامه رو دیگه نمیتونم. یه کلمه‌ای به کار برد. من گفتم اون وصف خودشو گفته، شما چرا ناراحت شدی؟ اینقدر خوشحال شد. یعنی ببینین یکی مثل من میاد یه خرابکاری میکنه، 100 تا عاقل مثل شما نمیتونین درستش کنین. اگر شما نبودین تا شب حالش بد بود. حالا بعدش هر کی باید هم قیافه ما میدید، اوه همینا معلومه چی. لذا گاهی اوقات میگم بترسیم از اون روزی که من وارد یه جایی میشم تا قیافه منو میبینه میگه اوه یکی از ایناش، من برادر شما، من دوست شما، من ارادتمند شما. چرا به واسه قیافم انگار من با شما یه دعوای دیرینه‌ای دارم؟ این یه زمینه فراموش.